دومین روش جراحی مینی بایپسه که برخلاف اسمش که بهش میگن مینی، قوی ترین روش جراحی برای کاهش وزن. همونطور که در تصویر می‌بینید غذا حالت عادی وارد معده میشه. بعد از اون روده باریک ما در این جراحی میایم چیکار میکنیم؟ میایم یک حجم کوچیکی از کل معده شما رو جدا میکنیم. همونطور که در تصویر میبینید یک کیسه کوچیک از کل معده برای شما جدا میشه. نقطه چین ها رو مشاهده می‌فرمایید. این معده‌ایه که توش قراره بعد از جراحی غذا بره. بقیه معده از مسیر دستگاه گوارش خارج میشه، از شکم خارج نمیشه، برخلاف جراحی استیک. و روده رو شمارش میکنیم. یک قسمتی از روده رو که معمولا 180 تا 200 سانتی متر از ابتدای روده باریک هست رو شمارش میکنیم و به معده پیوند میزنیم. و بعد از اینکه این پیوند انجام شد، شما وقتی که غذا میخورید، غذا از همین بالای معده وارد 200 سانتی متر روده باریک شما میشه. پس شما هم کم غذا میخورید چون حجم کمتری از معده در مسیره و هم کمتر جذب میشه چون شما روده کل روده‌تون در مسیر دستگاه گوارش نیست. 200 سانتی متر اولش رو از مسیر خارج کردید.